بندرعباس یه افسانه معروف داره که اسمش داماهیه. یه ابرماهی که تو ژرفای آب زندگی میکرده و خیر و برکت میآورده به زندگی ماهی را. یه روز که یه طوفان بزرگ مردم شهر رو تهدید میکرده، برای نجات مردم خودش رو فدا میکنه. خیال میکنی داماهی مرده بود؟ نه، جاودانه شده بود و هنوزم راه رو به گمشده های دریا نشون میده. این روزا یه بار دیگه بندرعباس عزادار شاه ماهی هاییه که برای عزت خلیج فارس تلاش میکردند. برای همین هم ما و تمام دخترای ایران کنار خلیج فارس و اهالی بندرعباس میمونیم و رویداد بزرگ دختر ایران رو با تأخیر و توی یه فرصت مناسبتر با رویکرد حمایت از ستمدیدگان تمام جهان و البته همراهی با حادثه دیدگان بندرعباس عزیز خودمون برگزار میکنیم. منتظرمون باشید.